از استاد حابیل علیوف و آقای همایون شجریان دعوت میکنم برای اجرای برنامه تشریف بیارن. من دلم نمیخواد امر استاد رو اطاعت نکرده باشم، اما خدا شاهده که من 4 روز آنفولانزام و سینه دردم نمیتونم بخونم. منو ببخشید. حالا یکی دو خط میخونم، خواهید دید که من سینم درد میکنه. ببخشید. گفتم که بر خیانت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است از راه دیگر گفتا که شب رو است از راه دیگر